سلام و عرض ادب دوستان عزیز، امیدواریم که خوب و خوش باشین. دوستان عزیز، قرار شد یک دوره جدید را به نام مونوگراف نویسی یا پایان نامه نویسی را شروع کنیم. دوستان عزیز، قسمی که ما و شما میدانیم مونوگراف نویسی یا پایان نامه نویسی بخشی مهمی از تحصیل ما و شما که باید به صورت دقیق و خوب ارائه شود. خب دوستان عزیز، این سرفصل هایی که قرار ما و شما در ادامه این ویدیو برایش ویدیو بسازیم. اولا انتخاب موضوعی که ما چگونه موضوع انتخاب کنیم که بسیار مهمه. جمع آوری منابعی که چگونه ما منابع خود را جمع آوری کنیم و چگونه منابع خود را سورت کنیم در کامپیوتر که بعداً به مشکل مواجه نشویم. بعدش نوشتن پروپوزال که چه قسمی ما پروپوزال خود را نوشته کنیم و مقصد خود را از این مونوگراف بیان کنیم برای استاد راهنما یا دانشگاه. بعد از آن فصل بندی مونوگراف که ما چه قسمی فصل بندی کنیم، در هر فصل باید ما چی رو بیان کنیم و در هر فصل باید چی جا داده شود. بعدش هم ترتیب چگونه ما باید مونوگراف خود را ترتیب کنیم. بعدش هم ما موریم روی پیج نمبر و فهرست که ما چگونه پیج نمبر و فهرست را برای مونوگراف تهیه کنیم. و بعدش هم نتیجه گیریه که ما زمانی که کار ما تمام شد چگونه ما نتیجه گیری کنیم از مونوگراف و چه قسمی نتیجه گیری نوشته کنیم. و در قسمت آخرم بعد از اینکه مونوگراف تکمیل میشه باید یک پاورپوینت یا سلاید آماده شود برای ارائه این مونوگراف و پیش داورا و پیش استادا که بسیار یک بخش مهمه. باید پاورپوینت به صورت دقیق و واضح باشه، چرا که نمایانگر همون کار چند ماهی که تو روی مونوگراف انجام دادی می باشد.